بیا بریم دشت کدوم دشت همون دشتی که خرگوش نداره آی بچه صیاد به پایش تاب داره آی بچه صیدم را زد خرگوش دشتم را زد خواب خرگوش به خواب یار میماند بنده خواب خرگوش به خواب یار میماند بنده بیا بریم کوه کدوم کوه همون کوهی که آهو نداره آی بچه صیاد به پایش تاب داره آی بچه صیدم را بگیر خرگوش دشتم را بگیر آهوی کوم را بگیر خال آهو به خال یار میماند بره خال آهو به خال یار میماند بره بیا بریم کوه کدوم کوه همون کوهی که آقام تاب داره آی بچه صیاد به پایش تاب داره آی بچه صیدم را بزن خرگوش دشتم را بزن آهوی کوم را بزن قمری بابم را بزن چنگ اوپا به چنگ یاد ماند چنگ اوپا به چنگ یاد خواب خرگوش به خواب یار میماند خال آهو به خواب یار میماند چرخ خوبی به چرخ یار میماند جنگ اوپا به چنگ یار میماند خواب خرگوش به خواب یار میماند خال آهو به خواب یار میماند چرخ خوبی به چرخ بالاخره یه غذای درست حسابی ما میخوریم. منظورت چی بود؟ یعنی هیچ وقت غذای درست حسابی نخوردی ها؟ یعنی تو حالا خواهر من غذای درست حسابی درست نکرده بید؟ اصلا تو عمرت غذای درست حسابی خورده بید؟ راست بگوه غذای برارت در هیچ جای دنیا پیدا نتونین وقت اصلا من میگم بحث عوض نکن شانتول. خیلی بی تربیتی. شانتول چیه به من میگه آخه؟ شانتول به مردی و گوهن که اینقدر به فکر شکمش باشه مثل تو. بدبختی گیر افتادیم ما. بله حالا ببخش چی شد این شام؟ چی شد شانتولم من؟ بله این شام که شام معمولی نبید، شام مخصوص بید تا اگه هفته 2 بار از این غذا نبخوری ها بچه اولت پسر نباشه اینو قربونش باشه. یک بار دیگه دست رو من مثلا بخوای چه بکنی ها؟ شام پسر سازون خنده داشته بید؟ نه خنده نداشته بید، ولی شما دست دکترای ژنتیک رو از پشت بستین. مگه میشه جنسیت بچه رو تعیین کرد؟ ما بتونیم. تو حالا 1 بار از این غذای پسر سازون بخور ببین صاحب یه بچه بشه، اونم پسر، اونم توپل مپل قربونش باشه. امیدوارم که خوشمزه باشه. ببینم مرغی ماهی یه چیزی. بفرمایید. تو دیر بکردی تا قدر تموم بشه. اینقدر شلوغ نبکن. خب 2 دقیقه صبر کن بعد حاضر باشه جا بیفته. الان باید صبر کنی جا بیفته. اینجا جا میفته؟ پس کجا جا تهران رو گاز جا میفته غذا. اینجا جا میفته. این شوهر کردی از پشت کوه آمده این غذا همینجا در حین این کرو میزه جا بیفته. اینجا جا میفته. اینجا جا بیفته دیگه. سال نبکن اینقدر انگولک نبکن مرد. همچی بزنم رو دستت که تا 2 سال جاش فرمانه ها. ای با تو قد خشن نبودی. خب طاقتت تمام بشد. حالا تا جا بیفته ببخشید من یک سوالی داشتم. اگر بخوایم بچه اول دختر بشه باید چه کنیم؟ خاک بچوک. اون دیگه تو سرزنون بید. بچه اول باید پسر بشه حالیت بشو. گوش کردی؟ بی از زمانهای قدیم تو براره رسم بر این بوده که همه بچه اولشون پسر بشه. یه بار در براره بالا پسر بچه اولشون خب دیگه غذا جا افتاد. بخورین. خب مرد اینقدر از خودت وحشت در نبکن. خب دلش خالی بشه. ای بفرمایید. من نمیدونم چه کار بکنی؟ مگه نمیدونم من. این غذای جوره چشات واکن.
ستان خود میذاری کف دست چپت روش نمک وریزی یا له وشت بعدی اصل و مالی روش مرگ خنده نبکن بعد وخوری وردار شروع بکن له بشه حتما ستا بکوب نمک اول بکوب روش الهی من قربونت بشم که تو اینقدر به رسم و رسومات برادر پابندی آشوب تو اصل و ما روش بخور بفرمایید آی دلم کش منو با این رسم. خب یه خورده صبر بکنین ناخودو اصل باید تو دل دم بکشه. به من که مگه من قوریم با چیزی تو من دم بکشه. چه بگوی من نفهمم. نه دارم هزیون میگم. آی میخوای منو بکشین من میدونم. خب حالا اینقدر قول از خودت در نبکن. این شام پسر سازون بود اینو باید هفته 2 بار بخوری. الانم یه خورده طاقت و یار شیر فرهاد و رفته طبیب و یارو بدی آمپول بزنه خوب بشی. من نمیخوام پسر رو میخوام دختردار بشم. من بدم میاد از این چیزا. حرف دهنت بفهم. حیف که حالت بدی وگرنه همچی حالتو جاوی آوردم که بفهم. آی وزن این دیگه چی بی؟ نه یه آمپول که اینقدر سوسول بازی نداشته بی؟ تمام بشود بریم. خب پول منو بدین من برم. تو به کیانوش آمپول وزدی پولش هم ما بدیم. خوب که بشد از خودش بگیر. این مگه داماد شما نبید؟ بیت که بیت پولش هم خودش بگیر برا. پول من این حرفا چی بی؟ مردم از دل درد با این رسم و رسومتون. ای وای خام میخورمتون ها. خب یه ذره زبان تمرین کنم. وخورم وخوری ورخولنس سلام علیکم. سلام. خونه این نرفتی پلو مامان دینا؟ نه پس تو فکر کردی من از این زنایی بیدم که هیورم خونه بوامو؟ نه یعنی میگم که خب به هر حال دخترها دوست دارم به مامانشون سر بزن. لااقل تو تهران که اینطوریه. تو تهران اینجوری بید که اینجوری بید. اینجا فرق مکوله. بله بسیار. میگم که شما کاری نداریم به غیر از چاقو تیز کردن تو خونه؟ مگه نوه بینی بخوام غذا درست بکنم چاقوم تیز بکنم که نخود پوست بکنم. نخود پوست بکنیم بسیار کار خوب و نیکویی هستش. بله من میگم که خب شما بدید من چاقو رو تیز کنم. شما یه سر به مامانینا بزنید ببینید خوب موندن. نگن داماد بدی داریم نمیذارن دختر ما بیاد در واقع به من سر بزنه و اینا. اینجور مسائل پیش بیاد تو زندگی من. تو مثل این که حالت خوب نبیدا. ما که دیشب پیش بوامو بیدیم. بعدش هم از کی تا حالا تو بخوای واسه من چاقو تیز بکنی ها؟ واسه شما من میگم که نه واسه خود چاقو نیست. این صدای تیز کردن چاقو هست.
قشنگه ها؟ هیچی. تو نه وقت دست به چاقو بزنی، یه وقت دستتو ببری کار دست من بدی. بله. من تا یه مورچه نکشم، چجوری تو رو بکشم آخه؟ دلم. ببین من اگه شما رو نکشم نخورم خودم از گرسنگی میمیرم. حالا یه کاری کن منو عصبانی کنی. عصبانی. آی روزنامه نگاری هم شغل شد. آی دلم. آی میکشم من امروز، میکشمت میخورم. بوی این نوچوفسکو تمام آبادی را گرفته. شوهرت کجا بید؟ من چه بدونم، ظهر شده هنوز بر نبگشته خانه. به به گل بید و به سبز آراسته و زیتیک. راه گم کرده بودین. گم کرده بودیم. بیدید درست بید. کجا و مرده بیدی ها؟ من داشتم در سرزمین سرسبز برره قدم میزدم و از هوا لذت و میبردم. درست بید. خب پا چی شدی نوچوفسکو؟ خب مردم گشنگی. چشم الان بیارم. دستپخت خواهر من دوست نداری؟ نه؟ چرا خیلی دوست دارم. من میگم شما دستاتون رو نمیشورین قبل از اینکه غذا بخورید؟ من همینجور نوچوفسکو بخورم. خب خوبه. ای قرتی بازی ها مال شهری ها. خب میدونم. بله آوردن غذا رو. مردم گشنگی. بخور. الان گفتی که سهرناز رفت اوور و گفتی که دستپخت خواهر من دوست نداری. نه بی خودی داره دو به همزنی میکن. من اصلا همچین حرفی زدم. معلوم بید فکر کردی من حالیم نباشه ها. من چی کار باید بکنم الان؟ یعنی چی؟ من خب وخور دیگه اشتهای آدم رو کور کنی. بله. یه غذا خوردنش. ببخشید من یک سوالی داشتم. شما چطوری میتونید هر روز یک نوع غذا رو بخورید؟ بعد خوردم. بریم من یه مرغ سفید برداشتم گم و شده، نمیدونی کجا رفته بید؟ نه من سرم به کار خودم بید در واقع. منزل شما کجاست؟ اینجاست. چطور مگه؟ همینطوری بله. تو کجای قربانت برم؟ بیا تو من معذرت میخوام اینم پول توتو بید. خیلی زود اومدی از خودت آواز در بکنی واسه من. کارتو بکن. من دیگه این کار نکنم. من ناراحت بدم. من وجدان درد بگرفتم. من یه براره‌ای بیدم آخه. تو دیروز منو بیچاره کردی یه مرغ خروس رو سر ببری بعد کباب کنی، تازه بیشترشو خودت خوردی. با من چونه نزن جان نثار. حرف وجدانم نزن خندم میگیره. ای براره ها ببخشید. من برای اولین آخرین بار این کارو بکنم. آخه مرغ هم خوشمزه بید هم پولش خوب بید. چه بکنم؟ برای آخر غلط نکردم. بابا گیره کیا ما افتادیم. من پول بیشتری بهت میدم. مگه نمیخواستی بری مسافرت؟ من پولشو میدم. اینقدر به وجدانت گیر نده خواهشم. حالا که فهمیدی میخوام برم مسافرت سوء استفاده نکنم. من وجدانم با اینقدر حرف وجدان نزن. ببینم وجدانتون با 3 برابر قیمت راضی میشه یا نه؟ 3 برابر قیمت؟
آره یه خورده ساکت باشید بعد بیاد. من شما براره یا را خودتون بهتر میشناسم. کارتو انجام میدی بعد پول میگیری. بعدم یه چیزی بهت بگم، من دیگه نمیتونم برم مرغ و خروس بلند کنم. باید بری فردا یه جایی برام تهیه کنی بیا. پدر این بی پولی واسودش من از این براره اصیل ببین به چه تبدیل کرد. هم باید مرغ باشم هم مرغ خور باشم. دیگه این کارو نمیکنم. غلط فکر کردم من. من بیکار نشدی چی شد؟ این سرناز شلواره رو دوست داشت. ای وای. و گوهمه وقتی کیانوش این شام پسر سازونا خورده بید دیگه به غذاهای سرناز میل و رغبت نشان نوداده. دیروز یه جوری نهار میخورد انگار که نشیمن گز بیده. مگه وشه؟ مگه بتونه همچین جرأتی از خوش در بکنه ها؟ پس کجا شکم سابردشو پر بکنه؟ شاید برای خونه کسی غذا بخوره و گوهم نکنه که زیر سرش بلند بشه حوث غذای شهری بکنه ها. تازگیات شادونه خانم از خودت حرفای مفت در بکنی. مگه جرأت وکنم مگه براره هرت بید. صبر کن ببینم کی حرف مفت در بکنه. من حرف مفت در بکنم. حرف در تو فهما. هنوز یادم نرفته اون روزی که رفتی غذا بخوردی من به من خبر نگفتی هنوزم من گفتی کجا رفتی. خیلی خوب الان برات بگم. من اون رفتم سر زمین صدا خانم تو نهار بخوردم. حالا تو باور نکنی نکن مشکل تو بید. مشکل من بید 100 دفعه بهت من گفتم این حرفا رو به من نوزن. رفتی غذای شاخ شمشاد و خوردی که سرکوفت منو بزنی ها. فکر نکنه من نمیدونم. همینجور برای خودش حرف در بکنه پشت سر من حرف در بکنه. این حرفای زنگ گذاشتید غذا بخوریم داریم. خب غذا بخوریم. من دلم شور بزنه. این دامادمون نره هوا بیاره سر دخترکم. دلم شور بزنه. نگاه کن دو تا مرد گنده. اگه این کارو بکنه خونش حلال بید. باید خونشو پاچوند. نوگو دختر ما بیوه شه کسی نوگیرتشه ای؟ موها راست بگوه. تازه از شرش خلاص شدیم داریم یه نفس راحتی خودمون در بکنیم. ولش بکن. حالا ولش کن. حالا بخور غذا دهنت افتاد. همین نودیده و نوشناخته دختر دادیم به غریبه وره. دو تا مرد عرضه نداشته بیدین ولی تحقیق بکنی این زن داشته بید نداشته بید اخلاق داشته بید نداشته بید. ای حرف اوزن نزن که خیلی بیان با عرضه بیدم. نگاه کن چه وخوره. این فیل وخوره. خب ما گشنم بید چیکار کنم غذا نبخوره بشینم قصه خودمون در بکنیم. نه خب وخور ولی اینقدر با اشتها نبخور دیگه. خب یکم هم قصه وخور. دارم الان قصه بخورم دیگه. قصه با اشتها بخوریم. قصه بخور بود. رفته شلوار بسازه. بدبخت شدم رفت. بودو دیگه سفره چیدم منتظر منم. بیا خیلی خوب بیا. کیانوش الان داشتم از میدون میامدم سردارخان ودیدم به من و گفت که خیلی بوی دود دست خودت در وکنی. ببین این مرغخورون داره دردسرساز بشه دا. من دیگه این کارو نمیکنم. تو کاری نداشته باش. فقط مرغا رو برای من بیار سر ببر خودم کبابش میکنم. ای بابا خوبی؟ تو چه فکری پیش خودت کردی؟ خب این مشکیه اون یکی قهوه‌ایه. سرباز همه رنگا رو میشناسه. رنگ اونا حفظه. خب کیانوش تقصیر من چیه؟ همه رنگا داشته بید منم گرفتم آوردم. بریم اینا رو بپوشون بریم. دیر شد. برو بریم ولش کن. تا 10 بشمارم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. سلام علیکم. گفتم امروز روز مادرزنه. این گلا رو خریدم که بریم مامانو ببینیم که یه کمی خوشحال بشن. لال بشو. خیلی توهین میکنی به من دیگه طاقت ندارم. لال بشو این چی بیت پات ها؟ این همون شلواریه که خیلی دوست داری؟ نه این اون شلوار نبید. این رنگش فرق بکنه. رنگش فرق بکنه. آها خب به هر حال اشعه خورشید ما تو مزرعه کار میکنیم در دمای 37 درجه سانتیگراد. چی گراد؟ ولش کن گرادو ولش کن. میگم که یعنی اون اشعه خورشید روی رنگ تاثیر من صبح تا شب تو مزرعه جون میکردم سرناز. یعنی بیچاره شدم اصلا. این مغازه‌دار به تو جنس قلابی انداخته. من برم بکشمش. آخه این چه ادبیات خشنیه. تو چرا میخوای همه رو بکشی؟ من خودم مسئله رو حلش میکنم. آخه این شلوار هم آب ورفته هم گشاد شده. آخه وقتی آب بره تنگ میشه. چی داری میگی؟ این یه مسئله کاملا مردونه است. شما اجازه بده من مسئله رو حلش میکنم. نه ما تو این خانه زنانه مردانه نداشته بیدیم. اینجا همه مساوی بیدن. من حقمو در رابطه با شلوارم خودم میگیرم. نه
تو ارزه نتونی پولتو پس بگیری. چرا بگیرم برم؟ الان خستم بخوابم بخورم. شعر گفتم. و گفتی بخوای بخوابی ها؟ شام منو نبخوای بخوری؟ نه من که سیرم البته. و گفتی چه؟ من سیرم؟ حالا توضیح بده، حرف بزن. اولولر از حلقت و یار بیرو ببینم چی بگویی. عرض کردم چی بگم؟ و گوییم توضیح بده راجع به اینکه شام نبخوری که سیر بیدی. من همیشه گرستم. گوشاتو وابکو ببین چی بگویم. اگه هوس کنم با ای انگشت ای گوش راستم بخارانم، مغزت پاشیده میشه رو اوتی رو کمان. اونه از حلقت بیار بیرو ببینم چی بگویی. میگم اگر امکان داره انگشت رو عقب نبرید، کله مبارک رو بیارید جلو برای رفع خاریدگی. داری چه میکنی این مدت؟ شبا که میای سیری شام نبخوری، کجا شام بخوری؟ چیه؟ توضیح بده موضوعه. من سیر نیستم، گرسنه هستم. و گو هم شیر فرهاد تا حالا وشده که بو آویات خانه شام نبخوره؟ تا حالا همچی چیزی سابقه نداشته بید. من رژیم دارم. ای که الان گفتی چه گفتی؟ رژیم چیه؟ من خیلی چاق شدم. رژیم گرفتم که لاغر شم. یعنی هر کسی که رژیم و خورد لاغر بشه شکمش کوچک بشه؟ بله، هر کی رژیم بخوره این اتفاق براش میافته. شبا کجا میری؟ کجا شام بخوری که سیری؟ چه کار داری میکنی؟ توضیح بده تا گوشم نخوروندم. عرض کردم که رژیم دارم من. شیر فرهاد و گو هم تنابه وکش خلاصش وکن. سرناز گوش وگی ببی چی وگویم. وگویم امانش بده. چشم. گوشاتو واوکو ببی چی وگویم. اگه یک بار دیگه و یک خانه و سیر باشی و غذا نخوری، من میدونم با تو. گوشمه که هیچی پس سرمه میخورانم. حالیت و شد. بالاخره خواهم فهمید که تو چه بکنی. حالا یکم همان جار بمون. خوب چشماتو وا بکن. این اون شلواری نبید که من ازت و خریدم؟ نه این اون نبید. این اون شلواری نبید که من ازت تخفیف و گرفتم پولشم بهت دادم؟ نه این اون نبید. این اون شلواری نبید که گفتی از خارج و اومده خارجی بید؟ نه این اون نبید. مطمئن میدی؟ مطمئن بیدم. پس این چی بید؟ اینو جان نثار ازم و خریدش یه روز پیشون. درست هست ضربه کردم و کشمت. وی این چه طرز تو آمدم؟ بی ذره ترکم نکردی و کشمش با همین شلوار خفش بکنم. چی و شده دختر؟ دو مرتبه بیابروی از خود در کنی. شده چلنبه دو. ما دیگه نبتونیم تو برار از سر بلند بکنیم دختر. ما یه روز آسایش از دست تو نداشته بیدیم. آخرش این پسر برای یه دختر بالا براره‌ای و گیره خیالتو راحت بکنه ها. آخه ما این شلوارش دوتا شده بید. نه وگو مطمئن بیدی تهمت تهمت وزنه وی. نه تهمت نوزنم. این شلواری نبید که من براش و خریدم. الان پیش مغازه‌دار بیدم همینو و گفت. خونه شوریزم و کشمش.
مش تقصیر تو بید سالار خان. نودی دونش نقطه دختر ودادی به قریبه ورم همین وشه دیگه. تقصیر من بید؟ یادت رفتم و گفتی که دخترم ترشیده بید رو دستم مونده بید؟ من گفتم تو که مرد بودی چرا قبول کردی؟ تو نبودی گفتی که زن مرد یکی بید، یکسان بید. نبزن گوش بکنید ببینید چی وگوه. باید خونشو وریزیم. سرناز برو بیرون. من خودم وگوهم برو. نه خونشو نوریزین. اون وقتا کی سرنازمو بگیره آخه؟ گوش بکنید ببینید چی وگوه. باید یه کاری بکنیم، باید یه فکری خودمان در بکنیم، یه نقشه. آفرین پسر، خوب بید، خوب فکری بید، خوب نقشه بید. کدام نقشه بید؟ هنوز که نقشه نگفته بید. من چه میدونم، همین که این وگوه درست وگوه دیگه. خب این که نگفت چه نقشه ای بید. چی وگویی؟ من قاطی مکنی ها. این چه نقشه ای وگو؟ گوش بکنید ببینید چی وگوه. من تعقیبش وکنم. بعد اگه با یکی دیدمش خون جفتشانو وریزم، جفتشانو وکنم. گوش بکن چی دارم میگم شیر فرهاد. اونجا اگه با کسی دیدی خونشو نوریزی یا تنها پیچش وکن، بیار اینجا خودم نخود تپونش وکنم. خب اونجوری هم که میره مرد. همین که من گفتم شیر فرهاد، همونجا وگریش با تنها پیچش وکنی ویاری همینجا تکلیفشو خودم بشم وکنم. اگه غیرتم اجازه نداد وکشمشون. نه من که وگوام نه وکشینش. خب به سرنازم هم فکر وکنین. خب سعی خودم رو وکنم که نکشم. سعی وکن دامرد خوبه. خروستون خیلی خوشمزه بودن، خیلی. من تشکر میکنم ازتون. من آدم اینطوری نیستم. اینم پولش. فدای اون چهچه های قشنگت بشم. قربونت دارم. کجایی؟ ای نامرد خائن، از خودش عشقم در وکنه. بذار سر کلش پیداشه جفتتونو وکشم. خسته شدم. اومدی؟ آره. کسی که ندیده. نه بابا منی جان نسا. ببین و شد 50 تومن. 50 تومن؟ بله. دیروز که 30 تومن بود که. این فرق وکنه. این یه درجیه که مرغ اعلا بید، قیمتش گرونتر به داخل. مرغ اعلاست درجه یک. از کجا آوردیش؟ ببین با من چونه نوزن، اگه نمیخوای ببرم. واسه یا خیلی خوب بیا. همون مرغ پاکوتا، همون مرغ خوشگل گردن کوتاه 100 تومن میخریدنش نمیدادمش. دارم برم. چی کار میکنی؟ شیفر ها من داماد. ساکت. داماد از کفم ورفت. هی هی دخترم بیوه وشه. هی 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 سالار خان وگوام. یعنی الان کیانوش کجا میتونه باشه؟ شیر فرهاد من شیر حلال خورده بید. الان حتما کیانوشو لقمه کرده بید. داماد از کفم ورفت. هی هی چه خاکی به سرمان وشد. ای چه مصیبتی بود گرفتار شدیم.
اگه سهرناز و فهم نخود تپونت وکنه. نخود تپون دیگه چیه؟ پوستو وکنن، تو شپور نخود وکنن، سبار خرد مکنن، تو برره وگردونن. یکی از عموها من این کارو باش کردن. چی شد بعدش؟ بعدش ور پرید و مرد. خب تو که با سهرناز نمیگی، اصلا سهرناز چرا باید بفهمه این موضوع رو؟ من حقیقتا به سهرناز وگویی حقیقت رو به سهرناز؟ بسیار خب، منم اون کاری که نباید انجام بدم و انجام میدم. مثلا چه غلطی بکنی؟ چه غلطی بکنم؟ شما سواد دارین دیگه. منم میرم تو بالا برره و پایین برره جار میزنم. شیرفرهادتون سوسول با سواده. تو تا الان مرغ خوردی؟ نه. خب تو الان دست منو باز کن، من این مرغ رو یه جوری کباب میکنم انگشتاتم میخوری. تو فکر کردی برره ای را به این راحتی وشه خرید؟ نه اصلا. شیرفرهاد کجا بید ها؟ هنوز کیانوش نوکشته؟ چه بی هوا وارد بشی وی؟ خب زهرم ترک بشه. چی بخوایی وقت شب اینجوری وارد بشی؟ اینا کجا بیدن ها؟ کیا؟ کیانوش و شیرفرهاد. گمونم شیرفرهاد لقمه کردن. این نوگو مرد نوگوی؟ لقمه خوب بید. راضی بشم. چه بشد شیرفرهاد و کشتیش ها؟ راستشو بگو، اگه راستشو نبگویی همچین وزنت. خجالت وکش که ایجور بی خودت تهمت در وکنی به پسر مردم. راست بگویی یعنی با کسی؟ دیدین من هیوک گفتم که دامادم پاک بید؟ بی خود نبود که از همان روز اول واسه تو خواستمش. سهرنازم راستشو بگو شیرفرهاد، چه کاسه زیر نیم کاسه تان بید ها؟ گوش بگیر ببین چه بگوه. دل شوهرت مثل دل گنجشک بیده. روزاورت به کودکان بی سرپرست برره واسهشان قصه وگوه. تا به چشمام نودیدم باور نوکردم. شوهرت مرد بیده مرد. منم از این به بعد و خون باش ورم. تو چرا اینجا نشستی؟ مگه خانه زندگی نداری؟ پاشو برو خانت. برو. چشم. برو. چی بید؟ خوش بیدی از خودت خوشی در بکنی. باور نبکنی بوا که این پسر این آب چشم زلال بیده. هیچ نخودی تو کفشش نبید. سهرناز بی خودش حرف مفتر بکنه. بوی دود بادی، بوی دود از خودت در بکنی. حالت خوب نیست بوا. من ورم بیرون کار دارم ور میگردم. بوی دود داد به سره. من از راه پدرش کرده. دودیش کرده دیگه. خونش حلال بید سالار خان، خونشو وریز. شادونه تا خودم نرم نفهمم قضیه چی بید راحت نبشینم. رفتم. خونشو وریز. چرا نمیای؟ جوجه رو که اینجوری باد نمیزنه. جوجه باید بذاری آتیش لمس استخونش برو نمک ریختی. تو آب لیمون پیاز زعفرون خوابوندمش. نه باد نزن سوخت. اوورش که خوب میسوزه اوورش. من بال دوست دارم. خاک و چوب ننگو چطور تحمل بکنم؟ سهرناز وگو هم سالار خانم یعنی الان کجا بید؟ دلم شور و زیتی. بوا حتما الان کشتدشان. نوگوی حرفا بزنی دل آدم و شور و زیتی بیشتر. سالار خان بوا چه شده کشتیشان ها؟ خجالت بکشین. پشت سر جووناتون حرفای مفت در نکنین. این جوونا جوانای خوبی بیدن. دیدین من گفتم که اینا هر دوشون پاک بیدن. من بدانستم. راست بگویی بوا؟ این جوانای ما مثل آب چشمه زلال بیدن.
اینا روزا ورن برای بچه های بی سرپرست برن قصه از خودشون در بکنن. منم قراره باشون برم. قربانت برم. ای آلبالو، ای شفتالو. سردار خان یه خبر برات داشته بیدم توپ. چه خبری بود که اینجوری بی هوایی و پریدی تو؟ الان بازار بیدم. خب نه بدونی چی شده بی؟ چی شده؟ همه جا چه افتاده بید؟ شیر فرهاد و کیانوش برای بچه ها قصه در کنن. کیانوش قصه میگه ها؟ شیر فرهاد قصه. بابا جان تو چقدر ساده ای، تو چرا باور میکنی اینا؟ من ساده بیدم یا تو که از صبح تا شب معلوم نیست توی خونه چی بکردی؟ حداقل اونها یه کار مثبت بکردن، اما تو چی؟ هیچ. قضیه چی به من هم بگید ها چی بید؟ ها قضیه داستان این شیر فرهاد بود که قصه در بکنه واسه بچه ساده بیدید. من که باورم نمیشه اصلا. حالا همه باور وکنن جز تو باور نوکنی. باور نوکنی، من غلط نوکنم، کاسه رو کاسه دیگه بیده. جانسا قضیه چی بید؟ پوزخند بزنی؟ هیچی من هیچی نبدونم. من چیزی بدونی؟ نه هیچی نبدونم. بگو در گوشم بگو. من که یه چراغ روشن گذاشته بیدم، چرا اینا همه خاموش بید؟ آوریم تو. بذار من این چراغ بزنم. شما هنوز نخوابیده بیدی؟ راست و گو و بینم کجا بودین شما ستا؟ ها شلوارتان 2 تا وش شده؟ زود راست و گوین تا این کیانوشه نبکشتم. تو هم که همه زورت به من میرسه که خب راستشو بگوین دیگه. به من چه؟ شادونه خانوم بگو هم کاش که داخل شکمشم پر نخود بهم کردی. پر نخود وکردم، انقدر پر نخود وکردم که داره ود داره که اینو میگن یه غذای حسابی، اون غذایی که میگن حسابی اینجا. با وگو هم این که نخود کشون بید. باز خودش حرف در بکرد. نخود کشون اینه که نخود توی او غذا نباشه. این پر نخود شکمش کوری. با خانم من درست صحبت کن، با خانم من درست صحبت کن. خوشم و یاد اینقدر جنتلمن بیدیم پسر اینقدر عاشق پیشوید. خیلی الان خیلی دلم لگ زده برای ماهیگیری. له دارم میزنم. نه بگو. حالا امتحانش که ضرر نداشته بید که میگن ماهی فسفر داشته بیدم. چه اطلاعات دقیقی دیگه چی راجع به ماهی میدونی؟ اینم میدونم که ماهی 21 روز روی تخماش میخواد.